نشست سازمان امنیت و همکاری اروپا که در پایتخت لهستان شهر ورشو طور یک هفته دوام می‌کند، امروز به کار خود حسن آغاز بخشید. در همین حال در تاجیکستان خانواده بیشتر مخالفان که در این نشست شرکت می‌کنند زیر فشار شدید مقامات امنیتی و انتظامی تاجیکستان قرار گرفتند. مقامات از نزدیکان فعالان مخالف طلب می‌کنند به پیوندانشان در اروپا زنگ زده از آنها بخواهند از شرکت در نشست سازمان امنیت و همکاری در اروپا پرهیز کنند. برخی را نزد دستگاه نواربرداری قرار داده طلب می‌کنند علیه نزدیکانشان در اروپا و مخالفین برآمد نمایند. از یک گروه نزدیکان مخالفین که زیر بار فشارهای مقامات رفته‌اند طلب شده است نزد دفتر نمایندگی سازمان امنیت و همکاری در اروپا رفته علیه نزدیکان خودشان تظاهرات کنند. محمدی تشایف عضو ریاست عالی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان میگوید 2 روز است که برادرش شیرعلی تشایف زیر فشار و شکنجه روان مقامات قرار دارد. او را حتی مجبور کردند علیه برادرش دشنام و فحشا گوید. هر سال پس از شروع چاره‌بینی‌های OBSE که در شهر ورشو لهستان برگزار می‌گردد، فشار و شکنجه‌ها بالای خانواده‌های مخالفین شروع می‌شود. من تصدیق می‌کنم که برادر من شیرعلی را هفته گذشته 2 مرتبه دعوت کردم و از آن خواستم که تا بر مقابل رهبریت حزب و بر مقابل خود بنده سخن‌های قبیح بگوید و درخواست کند که ما به وطن بر بگردیم و از این مبارزه هایمان دست بکشیم. که در جواب من به آنها گفتم اگر شما خواستار دست کشیدن ما از این فعالیت های سیاسی باشید، برادران و استادان ما که در زندان هستند به مثل محمد علی حید، سید عمر حسینی و دیگر مبارزانی که با تهمت های این حکومت ظالم به زندان رفتن، آنها را آزاد کنید. دیگر این مبارزه های ما خود از بین می رود و ما به دعوت شما به وطن برمیگردیم. همین نمود فشارها به خانواده دیگر مخالفین نیز آورده می شود. هر سال در عرفه برگزاری نشست سازمان امنیت و همکاری در اروپا نزدیکان مخالفین زیر فشار و تعقیب مقامات قرار می گیرند. هرچند تا هنوز این فشارها هیچ تأثیر در فعالیت مخالفین نداشته است، مقامات از آن دست بردار نیستند.